وقتی به گذشته فکر میکنیم میبینیم خیلی ها تاختند، خیلی ها باختند، خیلی ها سوختند و خیلی ها هم ساختند. خیلی ها نفس راحت کشیدند و خیلی ها از نفس افتادند. خیلی ها میخندیدند و حالا گریه میکنند. خیلی ها گریه میکردند و حالا میخندند. خیلی ها آمدند، خیلی ها رفتند. آنهایی که آمدند شاید همیشه نمانند، ولی آنهایی که رفتند برای همیشه رفتند. در زندگی سختی های زیادی وجود دارد، اما ارزش زندگی بیشتر از سختی هایش هست. مهم نیست که دنیا چقدر نامرد است، مهم این است که ما مرد باشیم. بیایید قدر همدیگر را بدانیم و نگذاریم دور از هم بمانیم. پروانه به خرس گفت دوستت دارم. خرس گفت حالا وقت خواب است، بگذار بخوابم، وقتی بیدار شدم با هم حرف میزنیم. و خرس به خواب زمستانی رفت و هرگز نفهمید که عمر پروانه فقط 3 روز است. چه خوب از همدیگر را دوست داشته باشیم. شاید فردایی برایمان رقم نخورده باشد. آدم‌های زنده به گل و محبت نیاز دارند و مرده ها به فاتحه. ولی ما گاهی اوقات برعکس عمل میکنیم. به مرده ها سر میزنیم و برایشان گل میبریم، ولی راحت فاتحه آدم‌های زنده را میخوانیم. باید یادمان باشد که فرصت با هم بودن گاهی از عمر شکوفه ها هم کمتر است. بیایید ساده ترین چیز را از هم دریغ نکنیم، محبت را.